يا ربي إني أسألك العفو. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی، به خارج شدن خون از بدن انسان وضو نمیشکند بجز از خونی که از دو راه انسان خارج شود. باقی از تمام اعضا هر جایی که خون خارج شود، کم باشه یا زیاد باشه، شکننده وضو نیست. امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح البخاری بابی گذاشتن به نام باب است در بیان اینکه شکننده وضو چیزی هست که از یک دو راه انسان خارج شود. بعد از روایت زیادی را آوردن که خون شکننده وضو نیست. حسن بصری رحمت الله علیه فرمودن ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم. صحابه کرام همیشه در زخمای خود نماز می‌خواندند، با زخما وضو نمی‌گرفتند. و ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یک دانه را شکستاندن از رویشان و فشار دادند که دانه از خون برآمد. بعد از او نماز را خواندند. و همچنان عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله تعالی عنه خون از دهنشان آمد، بعد از او نماز خود را خواندند. و همچنان جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه میگه که ما در یک غزوه بودیم، ما دو نفر پیرو و یا در شب سپاهداری بودیم. بعد از او که یک مشرک حمله کرد و اینها را با تیر زد و ای سر نماز بود و نماز خود خواند. یعنی خون شکننده وضو نیست دوستی عزیز و گرامی، بجز خونی که از راه دور عورت انسان خارج شود. باقی تمام خون هایی که از بدن انسان خارج میشه، کم باشه یا زیاد، شکننده وضو نیست. والله اعلم. عفو عني ولم يخب فيك